حالا دومین سوال، این موازنه ببینیم از قانون پایستگی جرم پیروی میکنه یا نه. این سمت 6 تا کربن داریم، این سمت یه دونه. خب مشخصه که پیروی نمیکنه، پس باید موازنش کنیم. کادر خالی پشت هر کدوم از ترکیبا قرار میدم. حالا شروع میکنم به موازنه. اول اون ترکیبی که از همه تعداد اتماش بیشتره و تنوعشون بیشتره پشتش ضریب 1 میذارم. عنصر شروع کننده موازنه رو پیدا میکنم. چه عنصری؟ عنصری که از همه کمتر پخش شده باشه. کربن فقط در 2 جا حضور داره، هیدروژن هم همینطور. پس این دوتا عناصر خوبی هم برای شروع موازنه. اما اکسیژن در 4 جا حضور داره، خیلی پخش شده، عنصر خوبی نیست واسه شروع موازنه. از همون کربن شروع میکنم. در سمت واکنش دهنده ها چند تا کربن دارم؟ 6 تا 6 تا کربن در سمت واکنش دهنده ها دارم. پس در سمت فراورده ها من باید 6 تا کربن داشته باشم. اینجا زیروند CO2 زیروند کربن 1 ضریب 6 میذارم، 6 1 6 تا. پس الان در 2 سمت من 6 تا کربن دارم. حالا برم سراغ هیدروژن. هیدروژن چند تا دارم؟ در سمت واکنش دهنده 12 تا 12 تا. پس در سمت واکنش دهنده من 12 تا هیدروژن دارم. در سمت فراورده هم باید 12 تا هیدروژن داشته باشم. ضریبو چند بذارم که ضرب در زیروند 2 بشه 12؟ ضریبو 6 میذارم. خب الان تعداد هیدروژن ها و کربن های من موازن است. حالا میرم آخر از همه سراغ هیدروژن، سراغ اکسیژن. اکسیژن در سمت فراورده ها کلا چند تا دارم؟ 6 2 تا 12 تا به اضافه 6 1 6 تا، کلا 18 تا اکسیژن در سمت فراورده ها دارم. در سمت واکنش دهنده ها ببینید، در سمت واکنش دهنده ها این اکسیژن ضریبش چون مشخص نیست نمیدونم چند تاست، اما اینجا ضریب این اکسیژن ها، این 6 تا اکسیژن مشخصه، 1 6 تا 6 تا 6 تا اکسیژن دارم به اضافه این نمیدونم چند تا اکسیژن که مساوی میشه با 18، چون من این طرفم 18 تا اکسیژن دارم در سمت فراورده. پس اینجا باید چند باشه؟ 12 باشه. پس ضریب ضرب در زیروند واسه این O2 باید بشه 12. ضریبو چند بزنم ضرب در 2 بشه 12؟ 6. خب همه ضرایبم مشخص شد. 1 6 6. اما شما توی امتحان که واسه من اینو می نویسید ضریب 1 رو نمی نویسید. ضریب 1 هیچ وقت نوشته نمیشه.